درود. شاید خبر داشته باشید که در تاجیکستان تفتیش پرونده صدمه نقلیاتی مرگباری را باز داشتند که در نتیجه آن بهرام غفوری یکی از آوازخوان‌های محبوب هلاک شد. دادستانی گفته است از بس که نمی‌دانند اسلام انورزاده معاون سابق دادستان ناحیه فردوسی متهم اساسی به جنایت در کجا است، برای همین پرونده‌اش را کنج گذاشتند تا به کار دیگر مشغول شوند. این کاری مفتشان که رادیو آزادی درباره آن گزارش داد بسیاری از کاربران را به غضب آورده است که در وبسایت ما و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند در تاجیکستان عدالت وجود ندارد. صفیه سلطان یکی از کاربران صفحه ما در فیسبوک رفتار مفتشان را نامردی نامیده و چنین نوشته است: اگر حاضر کمبغل می بود خونش را گرماگرم دم می کشیدید، اما وقتی سخن درباره جنایت شخصان والا مقام می رود شما در او اعلان می کنید و یا پرونده فوراً بسته می شود. شرح‌ها با همین مضمون در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام نیز هست و تعداد زیادی از کاربران گفتند از بس که اسلام انورزاده منصبدار و پسر یکی از ثروتمندان تاجیکستان است، برای همین جنایت او را نادیده گرفتند. یک از این شرح‌ها را می‌خوانیم که عمر 0065 زیر گزارش رادیو آزادی در اینستاگرام گذاشته است. محترم رادیو آزادی، همش معلوم است و حاجت به گفتن نیست. قانون تنها برای مردم کم بی‌ذات است. اگر همین کار را یگان کم بی‌ذات می‌کرد، او را به حبس یک عمری محکوم می‌کردند یا حکم قتلش می‌دادند. صدمه با شرکت اسلام انورزاده و بهرام غفوری روز 7 آگوست سال گذشته رخ داد و خود انورزاده سخت جراحت برداشت. دوستان انورزاده گفتند او از تفتیشات نگریخته است و فقط برای معالجه به خارج رفت، ولی به گفته تعدادی از کاربران محض ثروتمندی پدرش کمک کرد که او را از راه غیرقانونی از جوابگری دور کنند. کاربری با نام تاجیک بچه 97 نوشته است اگر یک کم بی‌ذاتی می بود از جایگاه مرگ می بردند و پرسپاسش می کردند. در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام نیز عین شرح را پیدا کردیم و آن را کاربری با نام دوشنبه NNN با زبان روسی نوشته است و همراه می‌خوانیمش. فقط در تاجیکستان جنایتکارانی که شناسایی خوب دارند می توانند از جوابگری خلاص شوند. هر کسی که آشنا و پدری ثروتمند ندارد حتی با گیپس و عصا محاکمه‌اش می‌کنند. تعدادی از کاربران دیگر گفتند صدمه نقلیاتی با شرکت اسلام انورزاده و بهرام غفوری فقط یک تصادفی بود و انورزاده هیچگاه نمی‌خواست چنین فاجعه رخ بدهد. کاربر با نام انور سنتوف در وبسایت ما نوشته است: آنهایی که کامنتر می نویسید مسلمان هستید، کجاست رحم و شفقت شما؟ از چنین فلاکت کسی امین بودن نمی تواند، نه وزیر و نه کبیر. اسلام از یک دستش محروم شد، پایهایش از چند جای شکسته و معیوب گشتند، سرش آسیب دیده است. در دوشنبه طبابت گرفت ولی بهتر نشد، برای همین با توصیه طبیبان به خارجه برای طبابت رفت. کاربر دیگری با نام حامد به انور سنتوف پاسخی درازی داده است و گفته است کسی خوشحال نیست دادستان سابق مجروح شده است و اینجا مهم مسئله فراری او از قانون و غفلت و چشم پوشیدن مقامات از این کاری اسلام انورزاده است. شرح حامد را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم. فلاکت است، قانون. گپ درباره تامین ولایت قانون و پنهانکاری مقامات تفتیشات می رود. گپ درباره نبود عدالت سودی، عدالت اجتماعی و فساد زدگی حکومتی ها می رود. مجروح باشد طبابت گیرد، آمده در پیش قانون جوابش را گوید. شما هم می توانید با این بحث ها در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام همراه شوید، نظرتان را بگویید یا در ویدیو ثبت کنید و با تلفنی که می بینید بفرستید. تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو هم دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.